و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. حرف ما اینه: ایران هیچ کمی از کشورهای دیگه نداره، هیچ کمی از کشورهایی مثل چین که ارز دیجیتال خودش رو، یوان دیجیتال خودش رو در بازار رونمایی کرد. روسیه همچنین. کشوری که اقتصاد قوی داشته باشه پولش هم ارزش پیدا میکنه، مسئولینش هم ارزش پیدا میکنن، مردمش هم اعتبار پیدا میکنن. این آگاهی سازی انجام میشه. یک مقدار عزیزان، بزرگان ما، همه این عزیزان رو من مثل پدر خودم دوست دارم، ولکن این عزیزان باید به حرف جوانها گوش کنن. بنده تکیم رو جوانهاست دیگه. میبینید غالبا دلبسته جوانها و امیدوار به جوانها هستم برای آینده. هر لحظه داره این علم و فناوری باعث میشه که این لاین‌ها، این بخش‌ها پوست اندازی بکنن. ما نمیتونیم با متد 40 سال قبل معامله کنیم. نمیشه، ضرر میکنه. من به همه اون هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتباً میگم هر کدوم کار کنید مستقل، به قول میدان جنگ آتش به اختیار. عزیزانی که به خاطر مقامشون نفوذ کلام دارن، نفوذ عمل دارن، حتما این مطالب رو در مجلس بیان کنن، در ارگانهای مختلف بیان کنن، بدونن که به نفع کشوری که وارد این مسائل میشه. گره هایی در کار برخی از مسئولان در بخشی از تشکیلات عظیم دولتی و حکومتی وجود دارد که این جوان ها می توانند این گره ها رو باز کنند، هم با سرانگشت اندیشه جوانانه تابناکشون، هم با سرانگشت کار عملیشون می توانند این گره ها رو باز کنند. به نفع کشوره، به نفع صنعته، به نفع تولیده، به نفع اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا فرمودن. خب چرا اینها رو حمایت نمی‌کنید؟ چرا کمک نمی‌کنید؟ چرا ما اتاقهای معاملاتی داریم که مخفی ان، سالانه میلیون‌ها میلیون دلار دارن ارزآوری میکنن برای کشور؟ چرا شما اینها رو شناسایی نمی‌کنید؟ چرا کمکشون نمی‌کنید؟ باید بتوانیم اقتصاد کشور رو مقاوم کنیم، جوری کنیم، استحکام ببخشیم، توقف نکنیم. کار رو اصلا نگذارید که معلق بشه و متوقف بشه به اینکه مسئولین رسمی با شما همکاری و همراهی بکنن. تصمیم بگیرید که کار رو خودتون انجام بدید و میشه. حالا شما میگید اگر چنانچه فلان دستگاه همکاری کنه بهتره. البته حالا که همکاری نمیکنه، آیا کارمون تعطیل کنید؟ نه. شما میتوانید همچنانی که ما مثلا در سطح کلان تحریم‌های آمریکا رو به این نحوی دور می‌زدیم، شما میتونید تحریم دولت خودمون هم به این نحوی دور بزنید. تحریم دیگه میتونید دور بزنید. عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر می‌داره، کی فلان نقطه رو موافقت میکنه. به درک ما راهی رو شروع کردیم که خیلی پرپیچ و خم، سخت. در ایران اگر کسی بخواد از این گونه کارها انجام بده خیلی زیاد با سدهای روبرو میشه که شکستن این سدها کار هر کسی نیست. یک خط شکن میخواد، یک مرد میخواد. مسئولین کشور و آحاد توانا و آحاد مردم هر کاری که میتوانند در هر بخشی، در هر رشته‌ای که میتوانند باعث خودشون آماده کنن وارد میدان بشن، احساس مسئولیت کنن. من اعلام میکنم که بند پوتین ها رو محکم ببندید. من مطمئنم این راهی که ما شروع کردیم به یک جای خیلی خوبی خواهد رسید. اما مقاومت میخواد، اما صبر میخواد، اما دقت میخواد.
اما تخصص میخواد. تخصص شما باعث میشه که بزرگان در مقابل شما زانو بزنن. ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها رو دور میزنن، تحریم کنندگان رو ناکام میکنن. افرادی به من گفتن که شما که داری این کار رو علنی میکنی خیلی مراقب خودت باش. خیلی ها اصلا عذر ما رو خواستن، گفتن که شما که داری علنی میکنی، رسانه‌ای میکنی، خیلی خطرناکه. نرو، نکن، حرف نزن. دوستانمون، عزیزانی که باشون در ارتباطی، ولکن من حرفم به این عزیزان یک بیت شعره: ما را ز سر بریده میترسانی، ما گر ز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرقصیدیم. و السلام علی و علیکم و رحمت الله و برکاته.